بازم سلام شاگردای نهایت خوب و نازنین. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز درس جدید است. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و طبق درس‌های قبلی امروز هم عنوان درس ما شما درس دوم فصل هفتم. عنوان درس ما شما در مورد چی است زویم؟ مطابقت ها، مقاومت ها. اما قبل از آن درس‌های قبلی را یک مرور میکنیم بچه‌ها و باز میریم به درس نو. درست است؟ خیلی خوب. درس قبلی ما شما در مورد چی بود؟ سرکیت دیگه؟ آفرین، جریان برق. سرکیت چه رقم تعریف کرده بودیم؟ مسیر حرکت الکترون ها یک حلقه بسته می باشد. آفرین. و این حلقه بسته را به نام چی یاد میکردیم؟ سرکیت. خیلی خوب. سرکیت باز کدام بود که سویچش وصل نباشه؟ بسته کدام بود که سویچش وصل باشه؟ آفرین بچه. خب دیگه چرا خوندیم؟ جریان برق خوندیم. خیلی خوب. فرمولش یادتان است؟ آی مساوی کیوی بر تی به شکل است. و واحدش هم براتون میگم. واحدش به خاطر که مقدار چارج برقی به کولم اندازه میشد، زمان هم به ثانیه، کولم به ثانیه که به نام چی میشد؟ امپیر. خیلی خوب. و جریان برق هم گفته بودم چند نوع بود؟ دو نوع، مستقیم و متناوب. مستقیمش هم خوب مفصل تشریح کردیم، متناوب هم تشریح کردیم. بریم به درس نو. خیلی درس نو راجع به چیست؟ مقاومت ها. خیلی یک تعریف براتون میکنم و شما هم کتابچه و قلم خود آماده کنید. کار خانگی درست داده بودم رو باز تا آخر میبینیم. درست است؟ همیشه طبق روال هر وقت با آخر ما شما میبینیم کار خانگی رو. مقاومت چی است؟ در مقابل حرکت الکترون ها مانع ایجاد شده به نام مقاومت یاد می شود. یا به شکل ساده میگیم هر آن چیزی که برق مصرف کنه یا مصرف کننده برق به نام چی یاد میکنه؟ مقاومت یاد میکنه. مثل گروپ، منقل، وتو، هر کدامشان این نمونه خوبی است. مطابقت ها می باشه، مقاومت ها می باشه. درست است؟ خیلی خوب. خیلی شما متوجه باشین مقاومت ها دو تا فرمول داره شاگردان. کدام دو فرمول داره؟ یک دانشمند آلمانی به نام اوم کشف کرده که به نام قانون اوم معروف است. فرمولش براتون میگم. شما خیلی آماده باشید، ما میریم طرف محاسبه فرمولش. درست است انشالله؟ خیلی خوب. یک دانشمند آلمانی به نام اوم یادم در قسمت مقاومت ها یک فرمول را که ایجاد کرده بود، اینی فرمول بود. اونا مقاومت به حرف آر نامگذاری کردن. گفتن که مقاومت یک هادی یعنی آر مساویس به وی بر آی. مساویس به وی بر چی؟ آی. یعنی مقاومت یک هادی با تفاوت پتانسیل رابطه مستقیم دارد، با جریان رابطه برعکس دارد. هر چقدر تفاوت پتانسیل بیشتر شود مقاومت بیشتر میشه و هر چقدر که تفاوت پتانسیل کمتر شود مقاومت هم کمتر میشه. برعکس جریان زیاد که شد باز مقاومت نیز کم میشه. و فرمول واحد از چیست دوستان؟ واحد مقاومت نام مردکه به نام اوم است که به حرف اومگا نشان داده میشه. تفاوت پتانسیل میفهمین که به نام ولت واحدش می باشه. واحد جریان برق هم به نام امپیر می باشد. این ولت بر امپیر به نام اوم میگن که به حرف اومگا نشان میدهد. این علامه را به نام علامه اومگا یاد میکنه و مخفف اوم می باشد. درست است؟ بسیار خوب. تکرار میکنم. آر مساوی به وی بر آی به نام قانون اوم معروف است که برای ما شما مقاومت نشان میده و عبارت از ولت بر امپیر است. ولت بر امپیر به نام اوم یاد میشه که از حرف اومگا گرفته شده. یعنی شما نوشته کنید. یک فرمول که دیگه هم داره او را میگم باز به حل سوال میریم. خب یک فرمول دیگه هم از دوستان در قسمت هادی او را عنوانش میگیم که محاسبه مقاومت یک هادی با در نظر داشته مشخصات ساختمانی ازم. در کتابی را واضح نگفتن ولی به دبین خط آوردن هدفش نمیست. دوستان یک از فرمولای مقاومت ها اینی می باشد. آر مساویس به رو. آر مساویس به رو ضرب در ای تقسیم بر ال. این شاگردا
که در ایره به شما مفصل چی میکنم؟ معرفی میکنم. یک بار دقت داشته باشید، ما به شما هر کدامش به شکل واضح معرفی میکنم. فرمول دوم مطابقت ها شاگردا اینی میباشد. آر که مقاومت یک حادثه نشان میده عبارت از رو ضرب در ال بر ای میباشد. رو ضرب در ال تقسیم بر چی؟ ای میباشد. این در پاورپوینت خب مفصل دانه بدانه بهتون گفتیم، ولی اینجا مستقیم تشریح میکنم چون به تخته جایی نمیشه بچه. خب آر مقاومت میباشد. این نامش میفهمین. آر در اینجا نشان دهنده مقاومت برقی میباشد و رو در اینجا به نام مقاومت مخصوصه میباشد. مقاومت مخصوصه و ال طول هادی است، ایام مساحت هادی. فقط نامکاش کوتاه میگم با شما بفهمید. طول هادی و ایام عبارت از مساحت هادی می باشد. مساحت همون مقطع هادی می باشد. نون شاگردا بر ما میگه که مقاومت با طول هادی رابطه مستقیم دارد و همچنان با مساحت رابطه برعکس دارد. و در اینجا میفهمین که واحد طول متر است، واحد مساحت متر مربع است. یک چیزی که مانده واحد چی می باشد؟ مقاومت مخصوصه. واحد مقاومت مخصوصه عبارت از ضرب متر یا هم ضرب در چی می باشد؟ سانتی متر می باشد. ضرب متر و ضرب سانتی متر می باشد. خب شاگردان یک کلمه دیگر یاد میکنم. در فیزیک همیشه این رو که این ثابت است. تو از قبل واحدی طول یاد داشتی، مساحت یاد داشتی و واحد مقاومت هم یاد داشتی. اگر واحد رو فراموش شد، سوال برای رو حل میکنی، قیمت واحدهای دیگر که واسه کنی خود به خود واحد پیدا میشه. و یک چیز دیگر در کتاب ما شما گفته، یک مقاومت مخصوصه که ما شما خواندیم، یک چیز دیگر داریم به نام هدایت مخصوصه. باز اونو هدایت مخصوصه اینجا براتون یک کمک یاد میکنم. هدایت مخصوصه شاگردای نازنینم، هدایت مخصوصه برعکس مقاومت مخصوصه است. او را به حرف دلتای کوچک نشان میتیم و از اثر یکی بر پی یک بر رو پیدا میشه. یعنی معکوس مقاومت مخصوصه را به نام هدایت مخصوصه میگم. اگر واحدش از نزد شما خواست، صورت خو یک دارین، در مخرج واحد زیر که وضع کنید عبارت از ضرب چی میشه؟ متر میشه. یا این از مخرج صورت رو انتقال بدید ضرب متر، اما کل به نامای منفی چند؟ یک میشه. این نکات خیلی مهمه دوستا. آر مساوی به رو ضرب در ال بر ای فرمول یاد کنید. واحد مقاومت مخصوصه را بفهمید ضرب متر و ضرب سانتی متر است و هدایت مخصوصه معکوس مقاومت مخصوصه است. واحد ازی هم یک بر ضرب متر یا هم ضرب متر کل به نامای منفی یک. شما ایره بگیرید بریم به حل سوالاتش. یک سوالی که در کتاب شما هست شاگردا، در کتاب به رقم گفته تفاوت پتانسیل یک گروپ 220 ولت است. تفاوت پتانسیل V مساوی به 220 ولت می باشد شاگردا. اینم دیگه چی گفته؟ گفته جریان 0.44 امپیر از این میگذرد. آی مساوی به 0.44 امپیر از این میگذرد. گفته شما چی را پیدا کنید؟ مقاومت را پیدا کنید. آر مساوی به چند میشه؟ فرمول داشتیم که مقاومت مساوی بود به وی بر آی و قیمت آر که پیدا کنیم وی داریم برابر با 220 واحدش هم ولت می باشد. ولت به وی نشان بدیم کفایت میکنه. جریان هم برابر با 0.44 امپیر به ای نشان بدیم هم کفایت میکنه. صورت اگر ما 2 صفر اضافه کنیم خانه اشاری مخرج از بین میره، یعنی صورت هم ضرب 100 مخرج هم ضرب 100. صورت که ضرب 100 شود 220 همراه 2 صفر دیگه اضافه میشه همراهش و در مخرج ما شما تبدیل به 44 میشم، واحدش هم امپیر میشم. اختصارش کنیم 1 22 صفرها به طرف راست و 2 22 مو 44 میشم. صورت شده 1000 مخرج شده برابر با 2. 1000 تقسیم 2. 1000 یک تقسیم 2 کنیم صورت هم عبارت از ولت است، مخرج هم عبارت از امپیر است. در نتیجه آر مساوی به 1000 تقسیم 2 چند میشه؟ 500 میشه. ولت امپیر به نام یاد میکنه. پس جوانا اینی آخرین جواب سوال ما شماست. خیلی مقاومت ازی برابر با چی قدر است؟
500 اوم می باشد. در قسمت فرمول دوم کتاب ما شما در کتاب سوال کار نکردیم، یک سوال حتما کار میکنیم. فرمول خیلی مهم است، در فرم کنکور میایم. میگه طول یک دانه هادی یعنی L برابر با 2 سانتی متر است. طول یک هادی یعنی L برابر با 10 سانتی متر است. طول هادی 10 سانتی متر است و مساحت هادی هم برابر با 1 سانتی متر مربع می باشد و همچنان مقاومت بر ما شما داده. مقاومت از هادی به اندازه 3 اوم است شاگردان. چیزی که از نزد ما شما خواسته عبارت است مقاومت مخصوصه یعنی رو خواسته شده. مطابق فرمول که داشتیم R مساوی بود بر رو ضرب در L تقسیم A. اما رو ضرب در L به صورت نشته کنید، مساحت به مخرج. حال هدفتان طرفین وسطین است. در نتیجه نشته میکنیم که رو ضرب در L مساوی به مساحت ضرب مقاومت. ما میخواهیم رو را پیدا کنیم. رو مساوی است به مساحت ضرب مقاومت در صورت به مخرج هم L. یک نکته کلیدی در قسمت به شما میگیم شاگردان. پیشتر یاد کردم که واحد مقاومت یاد داریم، واحدی که اوم است، واحد طول متر است یا سانتی متر است، واحد مساحت هم سانتی متر مربع یا متر مربع. اما واحد اوم چه رقم پیدا میشه؟ این رقم فرمول از حالت اصلیش بیارین به حالتی که رو را پیدا میکنه وضع کنید. مساحت واحدش متر مربع است، مقاومت واحدش اوم، واحد طول هم متر. این متر مربع یکش با یک از این خلاص میشه، اوم ضرب متر میمونه. واحد مقاومت مخصوص اوم ضرب متر است. خب قیمت گذاری میکنیم. مساحت داریم برابر با 1 سانتی متر مربع ضرب در مقاومت داریم برابر با 3 اوم و در مخرج شاگردا طول داریم برابر با 10 سانتی متر تنها. 1 سانتی متر با 1 سانتی متر چی میشه؟ خلاص میشه. صورت 3 باقی مانده، مخرج هم 10. ما اگر 3 تقسیم 10 کنیم مطمئنا 0.3 میرسه. صورت 1 سانتی متر مانده امرای اوم. پس واحد از عبارت از اوم ضرب در چی میشه؟ سانتی متر. پس مقاومت مخصوصی زی برابر با چی قدر است؟ 0.3 اوم ضرب سانتی متر می باشد. یک بار ما امی 3 تقسیم 10 بسازم با خاطر اطمینان کل ما شما شاگردا. این از 3 به 10 نمیشه، 0.0 بالا میکنیم، 3 در به 10 میشه. درست؟ جواب کاملا درست است. اینا جایی که نیاز نیست را پاکش میکنم تا شما دقیق نوشته کرده بتانید. حال شما نوشته کنید. خب جوانان نوشته کردین؟ خیلی خوب. کم کم به قسمت آخر درس میرسیم. پیش از اینکه درس ها را جمع بندی کنیم سوال ندارید؟ پیشنهاد انتقاد؟ بگو بچیم سوال تا. آفرین علی جان بگو بچیم. چه قسم سوال است؟ طور زمانی که دو دانه لاین سر به سر می شود و لاین شارتی می کند در میگیرد. بچه‌ها سعی کنید. علی میگه که استاد چطور وقتی دو تا لاین سر به سر میشن شارتی میکنه یعنی لاین در میگیره. ولی چرا؟ همین آبگرمی که این طرفش هم لاین است، اون طرف هم لاین است، باز دو دانه آهن با هم سر به سر شده و بالاخره اینا هیچ شارتی نمیکنه. چه یک سوالی واقعیت. یعنی لاین سر به سر کنیم میگه شارت میکنه، ولی چرا که لاین ها خود برق میگه هادی برق هستن، برقا را با هم وصل میکنه، الکترون ها که حرکت میکنه، بالاخره اونجا که میگه تصادم کردن لاین ها با هم سر به سر کشیدن شارت میکنه. چرا آبگرمی گفت که چه یک سوالی بیشکت است. دوستان این لاین ها مقاومتاش نسبتا کم است. وقتی که سر از اینا خیلی الکترون ها حرکت میکنه بالاخره باعث شارتی از میشه، چرا که مقاومت کم است یا در میگیره، اجازه که بسیار برق قوی تر حرکت میکنه. و زمانی که آبگرمی است، آبگرمی چون مقاومتش خیلی بالاست و او آنقدر داغ میاد تا بالاخره از خود نور هم تولید میکنه، اما باعث نمیشه که چی کنه؟ شارتی کنه، به دلیلی که مقاومتش خیلی بلند است. لاین مقاومتش خیلی کم است. در مقابل حرکت الکترون ها اون مقاومت خیلی زیاد نشون میده. سوال جواب گرفته شد بچه؟ خیر ببینی. خوب عزیزان وقت آخر درس است. با پاورپوینت 3 سوال کارخانگی به شما ماندیم. بر علاوه که بخیر نوتا رو گرفتی 3 سوال کارخانگیتونه حتما کار کنین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.